فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری سلام کردن. علیکم السلام. سوالی داشتم، در نمازهای جهری به خصوص رکعتایی که امام جماعت با صدای بلند تلاوت میکند، من فقط به قرآن گوش میدم، آیا اشکالی دارد یا نه؟ نماز صبح چی؟ خیلی ممنون. در نمازهای جهری قول جمهور علما این است که یعنی در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره که انسان زمانی که قرآن را میشنود حکمش همون انصات هست، یعنی گوش دادن به قرآن و خاموش شدن، ساکت شدن. این حکم صریح هست که در قرآن هست: و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. شما گوش فرا بدهید به قرآن و ساکت باشید. این یک حکم قطعی هست و هم در نماز هست و هم در غیر نماز. در زمانی که قرآن خوانده می شود انسان باید ساکت باشد و به قرآن در واقع گوش فرا دهد. این یک حکم شرعی هست و اگر در نماز ساکت باشد، این نه تنها این که بهتر هست و جایز هست، بلکه حکم شرعی این است که در هنگام خواندن قرائت، وقتی که امام قرائت را میخواند، مقتدی باید ساکت باشه. منتها یک بحث دیگه، این قول عموم فقها است، یعنی در این زمینه هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره که در هنگام قرائت امام انسان باید ساکت باشه. منتها روایت دیگری در این زمینه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، که کسی که در هنگام نماز فاتحه را نخواند، نماز اون اساسا درست نیست. یک گروه از علما معتقد هستند که خواندن قرائت قرآن حتی در نمازهای جهری هم جز ارکان نماز هست، که اقلیت هستند در این زمینه و عموم فقها و اکثریت فقها نظرشون است که در نمازهای جهری خواندن فاتحه جز ارکان نماز نیست. حتی اون گروهی از فقها که معتقد هستند که خواندن فاتحه در نمازهای جهری جز ارکان نماز هست، اونا هم میفرمایند که در هنگام قرائت انسان باید ساکت باشه و فقط در جای وقتی که امام ساکت هست و چیزی رو نمیخونه، در اون زمان در واقع سوره فاتحه رو پشت سر امام بخونه.